این طرح برای خانه نویس برای آسیب دیدگان حادثه مرگباری که 6 آگوست در کولاب رخ داد، برای کسانی که خانه هایشان ویران شد. شهرداری اعلام کرده است که خانه های نو باید قبل از رسیدن فصل سرما بنیاد شوند. همکنون ساخت و ساز در محله دوستی این شهر در حال انجام است. اما سرمایه گذاری با مشکلات مواجه شده است. در نتیجه حکومت محلی برای کمک در امانت بانک صورت حساب باز کرده است. در امانت بانک یک شوکی خیریه شده شد که علاقه به همین صورت حساب مبلغ وارد شدن، یکی از شرکت ها قطع شهرنامه بستن، این مبلغ ها راست همون شرکت برای بنیاد مالی اقامتی رفته شده است. خزینه ساخت یک خانه از 300,000 سامانی زیاد است و به نظر می رسد در این زمینه با مشکلات مواجه شدند و برای حل آنها طریق مسجدها به مردم روی آوردند. قرار است در آن منطقه 4 خانه ساخته شود و بعدی انجام ساختمان باید تمام روزگار خانه ها نیز تامین شود. شرکت کفالت واردات و صادرات که ماشین دولنی آن تصادف کرد به شمس الله صاحبوف داماد امام علی رحمان متعلق است. شهرداری کولاب مسئول بازسازی خانه ها را همان شرکتی را تعیین کرده است که ماشین دولنی آن باعث تصادف و تخریب خانه ها شده بود. با این حال در نماز جمعه هفته گذشته برخی از امام خطیبان از ساکنان خواستند برای ساختن خانه ها کمک مالی کنند. 100,000 سومان مسجدهای 5 وقته جامعه جمع شده، یک محل اقامتیش خودی ملاهای مسجد 5 وقته عهده گرفتند. علیرغم برنامه‌ریزی های قبلی برای بازسازی خانه ها با کمک حکومت طبق دستور امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در برنامه‌های تلویزیونی دولتی مشاهده شده است که هنگام سفر رئیس ولایت در محل ساخت خانه ها امام خطیبان چند مسجد مشارکت دارند. در کولاب 75 مسجد وجود دارد که 11 به عنوان مسجد جامع و یک مسجد به عنوان مسجد مرکزی عمل می‌کند. بر اساس حساب‌ها اگر این مسجدها از 3,000 تا 5,000 سامانی کمک جمع آوری کنند، تمام مبلغ جمع آوری شده می‌تواند تا 249,000 سامانی برسد.